نعیم جان سیدعلی، از الله بترس و از جمله دعوتگران به سوی گمراهی مباش. موسیقی به اتفاق تمام علمای اسلام حرام و ناجایز است، ولی تو شیردل را به همین کار حرام تربیه کرده راهنمایی کردی، راهنمایی به سوی جهنم. چه معلم و تربیه‌گر بد هستی. اکنون که شیردل این کار حرام را ترک کرد، دوباره میخواهی که او را به همین کار حرام جلب نمایی. شاید جام خیلی چاتولیت که کمی چیز آسانه ده کامیرا را میمونی یا تلفن چاتولیت اتامو شد ای دختر ایران گپ میتیون برنامه زور میکنی ای همه هیچ چیز از خود نیست چاتولیت که همون را نمیکرد. یک نمود گپ میزنی که گویا در چاتولیت که با دخترهای ایرانی چخ کردن گناه نیست و درست است. و جای آن که نصیحتش کنی که از این خیل کارهای حرام دور باشد، برعکس به کار حرام ترغیبش داری. او را در کار گناه یاری میدهی. از الله بترس. شیردل، گپی کسی را گوش نکن. در زندگی کسب اختیار کن که رزق و روزی حلال به دست آری. سرایندگی کسب حرام است. غضب الله را بر سرت می آورد. زیرا همیشه در محفل‌های شیطانی، در جای‌هایی که رقص و شراب و دیگر گناهان انجام می شود اشتراک می کنی. در گناه مردم را یاری می دهی. پولی که از این راه به دست می آری حرام است. این را یقین بدان. عاقبت حرام در دنیا ذلت و خواری و در قیامت عذاب دردناک است. خوب اندیشه کن.